به همه عزیزان بخیر. ما باز هم با یک لایو دیگه در خدمتتون هستیم. بعد از لایو قبلی که در خصوص مهاجرت بدون مدرک با دکتر مرادی داشتیم، تصمیم گرفتیم با یکی از عزیزان متخصصی که این مسیر رو رفتن، مسیر مهاجرت متخصصان به انگلیس رو به صورت خیلی شفاف براتون توضیح بدیم و بتونیم کمک بکنیم به اینکه در دام کلاهبرداری ها نیفتید، چون اینکه خب دیگه تبلیغات خیلی وایرالی شکل گرفته، بیایید در سفارت نمیدونم کجا باهاتون قرارداد میبندیم، در فلانجا باهاتون قرارداد میبندیم و این خودش بسیاری از داستانهایی که کلاهبرداری مهاجرتی حساب میشه از همینجا شروع میشه. کما اینکه دکتر مرادی هم به ما گفتن توی لایو قبلی این هست که این مسیر همیشه بوده، یک چیز جدیدی نیست مسیر اسپانسرشیپ، ولی خب حالا امشب کامل مهاجرت رو توضیح میدیم. در خدمت دکتر عبدالله‌زاده عزیز هم هستیم. دکتر اگر که شما کوچولو دکتر احتمالاً تأخیر دارن، 1-2 دقیقه دیگه در خدمت دکتر خواهیم بود. ببینید، من تا امروز وبینارهایی که برگزار کردم در خصوص مهاجرت پزشکان بالا کشورهای خلیج فارس بوده، حالا وبینارهای صنفی در خصوص آموزش قوانین بوده، هرچند که ما همه این موارد رو به صورت کلی و به صورت عام سالهاست تقریبا توی پیجمون میگیم، توی کانال من گفتم، ولی همه اینها رو دسته‌بندی شده هم توی یک وبینارهایی با کمک مؤسسه تبیاد عرضه کردم که در خصوص مهاجرت به کشورهای خلیج فارس، این لایو آخری که یعنی آخرین وبیناری بود که برگزار کردیم، هم خیلی اطلاعات خوبی میده به متخصصینی که دنبال این هستن که بدون امتحان خاصی و بدون یعنی دردسر زیادی، بدونی که بخوان امتحانات علوم پایه امتحانات دیگه رو بدن، با امتحان تخصصی رشته خودشون دنبال این باشن که توی کشور دیگه کار بکنن. تقریبا توی عمان و توی دبی، حالا دبی که الان شرایطی سخت‌تر شده با توجه به اینکه ثبت شرکت قوانینش عوض شده و ما ایرانی ها رو اینجا بهشون ویزا نمیدن توی دبی، ولی توی عمان نه، ما ویزای کار میتونیم بگیریم. توی عمان ما میتونیم خیلی از کارها رو خیلی راحت‌تر از دبی پیش ببریم. به خاطر همین هست که عمان یک کمی مقصد سرراستری هست برای ما، چون ثبت شرکت و این مواردی که توی دبی وجود داره در حال نداره. دکتر سینای عزیز، دکتر سینا عزیز، من ریکوست شما رو اکسپت کردم. سلام، شب شما بخیر آقای دکتر عزیز. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ شب شما بخیر. شما هم بخیر. ممنون از وقتی که به ما دادین و ممنون از اختیاره ما گذاشتین. دکتر طبق حالا روال معمول لایف ها میخواید یه چند دقیقه رو با خودتون شروع کنید، کجا هستید، و بعدش من انشالله چند تا سوال میپرسم و دیگه حالا مسیریشو بچید دست خودتون، هر جور که مایلید. با توجه به اتفاقاتی که الان داره میفته، شما به هر حال به روشنی ازشون آگاه هستید که مؤسسات مهاجرتی چه کلاه گشادی فعلا یعنی سر خیلی از همکاران میذارن که جیبشون رو پرپول کنن. من هستم خدمتتون آقای دکتر. خواهش میکنم. عرض کنم که خب من خیلی چون فعالیت خاصی تو فضای مجازی نداشتم، فکر کنم باید خودم معرفی کنم. نه؟ قربونت برم. عرض کنم که من پزشکی عمومی دانشگاه تهران خوندم، تخصص جراحی مغز و اعصاب و دوباره از همون دانشگاه تهران، و فلوشیپ جراحی ستون فقرات از دانشگاه تهران گرفتم. الان حدود دیگه 3 سال خورده که در واقع انگلیس اومدم و دارم اینجا کار میکنم. مسیری که من اومدم، من وسط کووید اومدم و اون موقع خب خیلی در واقع مسیرها محدود شده بودن، ولی این مسیر همچنان بود. شاید بهتون بگم که از 2000 فکر میکنم 7-8 یا 2010 و اینا اینو شروع کردن، ولی
من ندیدم و نشنیدم که در واقع از همکارانی که ایران ترین شدن، یعنی تخصص گرفتن، در واقع قبل من این رو شروع کرده باشین، یا حداقل اگه کسی هم این کارو کرده خیلی نیومده بیاد برای بقیه بچه‌ها بگه. خب من بعد از اینکه این رو شروع کردم یه گروه تلگرامی درست کردم و تقریبا فکر می‌کنم 10-12 نفر از بعد من در واقع، حالا خودشون، یعنی شاید بهت بگم 70-80% خودشون، یه 10%، 15%، 20% من کمکشون کردم که در واقع اومدن اینجا و دوره رو شروع کردن. خب این در واقع یه خلاصه‌ای هست از اتفاقاتی که در واقع افتاده. حالا یه نکته‌ای هم که گفتی من دوباره میخوام بگم. ببین متاسفانه سر 2-3 تا از همکارامون یه کلاه گوشه، یعنی مبلغی که من بهت بگم مثلا دود از کلت بلند میشه که چه پولی ازشون گرفتن و چه کاری کردن. یعنی نه تنها کار مثبتی نکردن که کار بنده خدا رو در واقع خراب کردن. خب یعنی دروغ گفتن و در واقع میدونی اینجا دیگه بحث پرایوسی، کانفیدنشیالیتی، اینا خب یه بحثایی هستن که شما یه خطای عادی بکنی شاید ازش بگذرن، ولی تو این حوزه ها خطا بکنی دیگه تمومه کارت. خب یعنی یه همچین اتفاقاتی افتاده و بنابراین این میگم علیرغمی که من خیلی هم نه اینکه کسایی که فعال مجازی هستن بد باشن، ولی خب بالاخره روحیه هر کی یه جوره دیگه. من خیلی خوشم نمیاد، یعنی خیلی روحیه این کار ندارم، ولی واقعا ناراحت شدم، مخصوصا این موردهای آخری که بهم گفتن، حالا جسته گریخته بهم رسید، خیلی ناراحت شدم. بالاخره این پول ما، یه دوستی ما داریم اینو میگفت پولی که ما در میاریم خود شما هم بالاخره کار بکنید دیگه، این پول خونمونه. یعنی واقعا نباید هیچ کسی اجازه بده. خب چه اینا وکیل هم نیستن ها، جالبه که اکثرشون وکیل نیستن، یعنی به اسم وکیلن، ولی شما برید وکیل یه تعریفی داره دیگه، بالاخره کسی که دانشگاه رفته، اینا اکثرا در واقع حتی در واقع وکیل هم نیستن، ولی خودشون وکیل جا میزنن، هیچ اطلاعی از پروسه ندارن، هیچ کمک خاصی نمیکنن و عملا کار رو هم برای فرد خراب میکنن. یعنی بهترین حالت اینه که فرد خودش در واقع فرمان خودش رو دستش بگیره. حالا بالاخره الان هوش مصنوعی هست، ما هم که خیلی چیزا رو شیر کردیم، الان هم دیگه فقط من نیستم، یعنی در واقع حداقل 10-12 نفر دیگه هم هستن که این مسیر رو رفتن و مسیرهای مشابه. و خب تو یوتیوب چند نفرشون ایرانی، نه غیر ایرانی، ویدیو گذاشتن و خب حالا ما هم که گروه گذاشتیم و مفصل صحبت کردیم. یه 2 سال پیش هم یه برنامه آنلاینی با خود در واقع انگلیسی با مسئولین خود برنامه گذاشتم، امسال هم احتمالاً این کارو بکنم. منتها دیگه بستر اون برنامه چیز نخواهد بود دیگه، اینستا نخواهد بود، احتمالاً حالا یا زوم یا تیمز، در حالا 1-2 ماه آینده اگه فرصتی بشه بذاریم و صحبت بکنیم که روش و مراحل چه شکله. حالا من در خدمت هستم، من زیاد حرف زدم. نه خواهش میکنم، استفاده کردیم. آقای دکتر شاید سوال اولی که متخصصان الان توی لایو ما هستن تقریبا 170 نفر حضور دارن، سوال اصلیشون اینه متخصصان چجوری میتونن بیان انگلیس؟ که خیلی خب میدونید فراری هستیم، ما اینقدر سختی کشیدیم، رزیدنتی دادیم، امتحان برای رزیدنتی خوندیم، دستیاری رو با اون شرایط وحشتناک رفتیم، بعضن اساتید فوق دادن، امتحان طرح فوق رفتن. دوست دارن یک جایی باشه که به هر حال این سختی هایی رو که کشیدن درک بشه، احترام بهش گذاشته بشه و بره. من که الان عمان هستم، مثلا وزارت بهداشت عمان قبول میکنه اینها رو و میپذیره که فرد به عنوان یک فرد فارغ التحصیل از ایران این سطح کیفی و علمی رو داره که تبابت بکنه. ما خب همیشه توی ذهنمون این بستر شکل گرفته بود که متخصص اگر بخواد از ایران خارج بشه باید از صفر شروع بکنه، باید برگرده از عمومی بخونه. ما این مسیر رو به هر حال دوست داریم بدونیم، از زبان شما بشنویم که متخصصان اصلا میتونن با همون تخصص خودشون بیان، اگر میتونن چجوری، و کلا یک خلاصه از وضعیت مهاجرت برای متخصصا، رشته‌های مختلف بگین، اگه دوست داشتین موردی هم بگین چه رشته‌های خیلی راحت‌تر نیاز بیشتری دارن و چه رشته‌های مثلا بیشتر به عبارتی مربوط به خود انگلیسی‌ها هست یا حالا پوزیشن کمتری میتونیم براش پیدا بکنیم. باش. ببین من قبل از اینکه بگی یه چند دقیقه یه روزه راجع به مهاجرت بخونم، اشکال نداره؟ نه خواهش میکنم.
اینترنت فرمایید. من مشکل داره یا اینترنت شما؟ من یه ذره نمیدونم، اینترنت هم خوبه. حالا میخوان شما شروع کنید، من دارم شما رو. باش. ببین اولا اینایی که گفتی، خب بالاخره منم تو ایران من همه کارامو تو ایران کردم دیگه، یعنی تو ایران تخصص خوندم، همه این مسائل و مشکلات رو من میدونم و خب تجربه کردم، به نوعی زیستیم. خب ببین یه جوی الان به وجود اومده، خب که انگار الان هر کی، یعنی دو طرفه هم هستا، من دو طرفشم میگم. ببین اولا انگار هر کی رفته شاخ قور شکسته، هر کی مونده دور از جونه در واقع دوستان ما، یا دستش کجه یا بر نمیاد از دستش یا خنگه یا حالا هرچی. خب این یه نگاهه. خب یه نگاه دیگه اینه که هر کی رفته خائنه. عرض کنم خدمت شما که هر کی مونده وطن دوسته. عرض کنم که هر کی رفته در واقع حق مردم رو خورده، نمیدونم چه کرده و از این حرفا. خب این دو تا نگاه اکستریم که من فکر میکنم هر دوتا غلطه. یعنی ببین من اخیرا یه مقاله نوشتم، حالا تو مراحل چاپه، براتم میفرستم. ما از 97 به بعد، خب من هیئت علمی بودم دیگه، بعدش هم فلوشیپ گذروندم، بالاخره شرایط بخش آموزشیمون رو میدونم. تا قبل 97 واقعیت اینه که ما تو بحث حداقل اکثر رشته‌های تخصصی خیلی فاصله قابل توجهی با دنیا نداشتیم. چرا؟ چون همکاران ما مرتب میرفتن، ارتباطات علمی برقرار بود. حالا هر کسی بالاخره 2 ماه 3 ماه هر چند سال یه بار میرفت و یه کشوری، حالا آلمان میرفتن، انگلیس میومدن، آمریکا، کانادا، استرالیا، هر جا. بالاخره اون بحث بروز بودن برقرار بود. 97 مشکلی که به وجود اومد بحث ارز بود، جهش ارز، که خب کارو خیلی سخت کرد و افت درآمد پزشکا. و بعدم از 99 هم که کرونا رو داشتیم. یعنی عملا الان 6 ساله من فکر میکنم با توجه به این چیزی که من میبینم واقعا ارتباط قطع شده و هر کی هم که رفته برنگشته. یعنی عملا یه همچین یعنی چیزی که قبلا دو طرفه بود. من دکتر خسروی توما جان هیچ یادم نمیره، من رزیدنت بودم، خب بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ما یک کسی رو داشتیم، از یک نفرم نه، شاید 3 نفر 4 نفر، از بچگی تو اروپا بزرگ شده. خب عمومی تخصص فوق تخصص تو اروپا گرفته بود، می‌خواستن برگردن ایران کار کنن. اومده بودن اونجا که مثلا چند ماه به قول معروف با سیستم ایران آشنا بشن و تا بعد مدرکشون تایید بشه. چون میدونی که مدرک کشورهای اروپایی مستقیم تایید نمیشه. مدرک آمریکا و فکر می‌کنم انگلستان تخصصاشون مستقیم میتونن بیان ایران کار کنن، ولی اروپایی یه دوره‌ای مثلا باید چیز بکنن. حالا یه همچین قانونی اون موقع بود، حالا نمیدونم عوض شده یا نه. خب یه همچین شرایطی بود و من وقتی با اونا صحبت می‌کردم واقعا میگفتن که همینه. یعنی مثلا دانمارک هم همین کاری که شما دارید میکنید. برای من خیلی جالب بود که خب خیلی خوبه. ولی الان اون چیزی که دارم میبینم و خیلی نگرانم کرده اینه که فاصله باز شده. این فاصله هم هر روز داره در واقع زیادتر میشه. نه اینکه بگم که دوستان من، همکاران من تو ایران مثلا دستشون کجه یا بلد نیستن، نه، خودت در واقع داری اینو میگی و دوستان دیگه هم دارن میگن تکنولوژیه. خب وقتی من اینجا دارم، من یه بیمارستان خیلی کوچیکی دارم کار میکنم توی شهر درجه 3. خب حالا این دوستان بیمارستانم من نباید بشنون. خب ولی اینجا دارن خیلی عملای روتین رو با ربات میکنن. خب و واقعا فاصله گرفتیم. این یه بحثی بود میخوام بگم که خب خیلی این برنامه همین که شما گفتی تو خیلی مهاجرت هایی که متخصصا و خیلی وقتایی که خیلی جاهایی که رفتن از صفر از پزشکی عمومی شروع کردن، ولی انگلیس این امکان و این شرایط رو داره که شما نه از ابتدای مسیر که به عنوان مثلا بیای وارد ترینینگ بشی و دوباره از صفر شروع کنی، بلکه و از اون منم ببین اینم نیست که شما از انتهای مسیر، یعنی اجازه هم به شما نمیدن که شما بیای در واقع به عنوان یک کانسالتنت. حالا چند نفر این کارو کردن ولی خب خیلی نادره. خب که بیاید نهایت از اون آخر مسیر، یعنی به عنوان یک فرد مستقلی که کانسالتنته شروع کنی. شما به عنوان متخصص روتین ترین کاری که حالا چه ایرانی چه خب هندیا و پاکستانیا و بنگلادش خیلی جای دنیا میان انگلیس از وسط شروع میکنن. خب
اون وسط رو ما تو ایران خیلی مفهومش رو درک نمی‌کنیم. خب اینا یه چیزی دارن به نام ترینی که همون رزیدنت خودمونه که تو ایران هست. یه چیزی دارن به نام نان ترینی. نان ترینی یعنی چی؟ نان ترینی یعنی کسی که تجربه در اون رشته داره، خب، و حالا یا مدرک گرفته یا کار کرده، حالا تو لول های مختلف. این لول میتونه خیلی نزدیک به پایین باشه، یعنی جونیور باشه، میتونه خیلی نزدیک به اون کانسالتنتیه باشه. درآمد هم همینه، یعنی درآمد میتونه درآمد پایین نزدیک به اون جونیور ترین لول باشه. خب مثلا درآمد فرض بکن که F2 ما اینجا F2 F3 یا JCF یا هر چی SHO میگم بهش، یا میتونه درآمد اسپشیالتی دکتر یا سینیور کلینیکال فلو که خیلی نزدیک میشه دیگه به کانسالتنتی. خب ولی اینا در واقع فرمال ترینینگ نیستن، یعنی اینجوری نیست که بشه رزیدنت سال 1 2 3 4. خب اینا باید یه مراحل دیگه ای بگذرن. بنابراین چه از طریق مسیر امتحانا، چه از طریق همین برنامه‌های اسپانسرشیپ، متخصصایی که تجربه دارن کار کردن میتونن بیان از مید لول شروع کنن، مید گرید شروع کنن. خب یعنی در واقع یه متخصص مثلا زنان میاد همون کاری که تو ایران میکرده میکنه، منتها یه ایران اگه مستقل تصمیم میگرفته برای مریض، اینجا با سوپرویژن تصمیم میگیره. سر عمل کامپلکس کانسالتنتش میاد کمک میکنه، عمل روتین رو خودش انجام میده. خب یعنی در واقع این داستانه. یعنی تو ایران شما یا پزشک عمومی هستی یا رزیدنتی یا متخصصی، این سه تا. اینجا جی پی خودش تخصصه، از نظر هایرارکی تخصص‌های بیمارستانی شما یا کانسالتنتی یا در واقع مید گریدی یا جونیوری، یعنی یه چیزی که ما تو ایران نداریم. درسته. حالا نمیدونم خب چقدر واضح گفتم. نه خیلی قشنگ دارم، یعنی من به عنوان کسی که صفر سر لایو هستم کاملا دارم موضوع رو درک میکنم و این مسیری که میاد. پس ما تا اینجا رسیدیم به این که پزشک‌های متخصص میتونن اگه سابقه کار خوبی داشته باشن بیان شروع کنن، نه از انتهای راه، از وسط راه وارد این مسیر تخصص بشن و حالا اونجا دیگه بستگی به خودشون داره. ببینید دقیقاً این مورد ما توی الان همین مقایسه دارم میکنم، ما توی عمان هم داریم، یعنی کسانی که سابقه کار دارن اگه یک حالا بیسیکی رو رد کرده باشن از 3 سال که دولت بهشون اجازه میده کار میکنن به عنوان متخصص، اگه 12 سال داشته باشن اینها رو میذاره کانسالتنت مستقل باشن، و اگه کمتر باشن همون چیزی که هست، یعنی تحت نظر یک متخصص یا کانسالتنت بهشون اجازه کار داده میشه. دکتر من حالا یه موردی رو که همیشه توی لایف ها از ابتدا شروع میکردم، چون لایف ها بیشتر برای پزشکان عمومی بود، این بود که درآمدها چجوریه. شاید خیلی از سوال‌ها این باشه که درآمد متخصص‌ها توی انگلیس چجوریه. حالا ما اون چیزی رو که همیشه در نظر میگیریم اون چیزی که به دست بچه‌ها میاد و هزینه‌ها چجوریه، یعنی اون مهاجرت از بعد مالی رو میخوام مد نظرم هست. خب الان من رو بحث درآمد صحبت میکنم. ببین قبل از که بحث درآمد رو بگم، یه لایوی هم با آرمان رفتی، فکر کنم که بچه‌ها اونو ببینن خیلی کمک میکنه. من یه خلاصه 2 دقیقه‌ای از روش‌های رجیستری تو انگلیس بگم. ببین روش رجیستری تو انگلیس 3 تا حالت کلی داره. شما یا پلپ میدی که پلپ لولش و جزئیاتش قابل مقایسه که نیست، ولی برای اینکه به ذهن بیاد مثلا آزمون فرض بکن پرنترنی، خب یعنی یه چیز جنراله. یا رویال کالج میدی که رویال کالج دیگه رویال کالج جراحی داریم، زنان داریم، عرض کنم که فیزیشنز داریم که حالا شامل داخلی و نورولوژی و قلب و این برنامه ها میشه، جراحی شامل همه جراحی ها میشه به جز چشم و فکر میکنم زنان که جداست، رادیولوژی. یا امتحان رویال کالج میدی یا مسیر اسپانسرشیپ. تو مسیر اسپانسرشیپ مدرک زبان حتما میخواد ولی امتحان نمیخواد. این سوالی بود که بچه‌ها میپرسن. مسیر چجوریه؟ اسپانسرشیپ خیلی مسیرهای متنوع و زیادی داره. این مسیری که در واقع من معرفی کردم و من رفتم، حالا بعدش 10 نفر 12 نفر دیگه رفتن، این اسمش MCHM. اینا یه گروهی هستن که کار اسپانسرشیپ رو میکنن. آیا تنها گروه هستن؟ نه به هیچ وجه. یکی دیگه از همکارا بود توی همون گروه مهاجرت به انگلستان، مثلا از یه مسیر دیگه روانپزشک بودن. البته خب این مسیر اسپانسرشیپ اینجا خیلی کم بوده، روانپزشک شدن برای روانپزشکی ها خیلی رواج داره، ولی برای رشته‌های دیگه هم هست. از کجا میشه اون لیست رو دید؟ تو سایت جی ام سی لیست رو گذاشته، ولی اینجوری نیست که مثلا خیلی استریت فوروارد باشن برنامه‌هاشون. خیلیاشون در یه شرایطی که کم بوده متخصصی رو داشتن گرفتن. خب این مسیر MCHM خب سال‌هاست که هست و خیلی استریت فوروارده،
ولی مسیرهای دیگه هم بچه‌ها خیلی ها گشتن پیدا کردن و حالا میگم عرض کردم یکی دو نفرم حتی تونستن وارد بشن، ولی اینجوری حالت شسته رفته روتین برگزاری هر ساله اینا ندارن. خیلی موردی بودن خیلی هاشون. حالا اینکه چه جوری میشه سر در آورد که حالا کدوم کانکشن دیگه، حالا ما تو ایران میگفتیم پارتی، اینا در واقع اسمش رو عوض کردن بهش میگن کانکشن. خب حالا اینا کانکشن دیگه. من دیدم مثلا ما اینجا همکاری داشتیم گفته که مثلا فلان تراست منو اسپانسرم شده، من رجیستر شدم، من امتحان ندادم، ولی اون فلان تراسته اصلا جای آگهی بده، اعلام بکنه، یا مثلا حالا این بیشترشون ارتباطاتی که دانشگاه‌ها یا مؤسسات از کشورهای مختلف با مؤسسات انگلیسی میگیرن، میگن که خب ما فلانی رو معرفی میکنیم، ما ساپورتش میکنیم، شما هم ساپورتش کنی، این بیار یه دوره 1 ساله 2 ساله 3 ساله 5 ساله انگلیس ترین بشه، برگرده پیش ما یا اصلا برنگرده، حالا هرچی. این شکل. خب شما گفتید درآمد. این درآمد هم داستان جالبیه. خب ببین میان الان خب همه سرچ میکنن دیگه، میان یه درآمد در واقع گروس رو، این شرکت های مهاجرتی و اکثرا این رویا فروش ها بهشون میگن دیگه، کلاهبردارا، درآمد گروس رو میگن، راجع به خرج صحبتی نمیکنن، راجع به مالیات هم صحبت نمیکنن. ببین درآمد گروس برای یک کانسالتنت مثلا 120 هزار پونده، برای کسی که مید لوله یه چیزی مثلا بین، مثلا شما فکر کنید بین 40 تا مثلا 80 میتونه باشه، بسته به لولش، بسته به اینکه کشیک چقدر بده، بسته به اینکه کارهای مختلف چقدر بکنه. خب ولی این گروسه. از این حالا حدود 20% 30% هر چی بره بالاتر بیشتر. حالا وارد چیزای مالیاتی انگلیس نمیخوام بشم، ولی شما فکر کن 20-30%ش کم میشه. خب عرض کنم که مخارج هم اینجا خیلی بالاست، مخارج وحشتناکه. و البته یه سری چیزا مثل ایرانه ها، مثلا قیمت گوش مثلا فکر نکنم خیلی با ایران فرق داشته باشه، ولی مثلا قیمت فرض بکنید که رنت خونه خب یه عدد واقعا فضاییه. و بنابراین اون چیزی که در واقع بعد پرداخت قبضا و مخارج و این چیزا دست شما میمونه عدد قابل توجهی نخواهد بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در واقع این رویا فروش ها که میان میگن آقا مثلا چه میدونم ماهی 500 میلیون 600 میلیون 1 میلیارد 2 میلیارد، اینا همش الکیه. خب من البته سطح درآمدی تو ایران خیلی متنوع، کما اینکه اینجا هم متنوع. من اینجا کسی رو میشناسم شاید یه نفر تو این مثلا شاید چند صد نفری که من میشناسم، یکی از مثلا شاید ماهی سالی 1 میلیون پوند در میاره، ولی اون رو شما نباید ملاک قرار بدی. اون آدم 20 سال کار کرده، کانکشن داره، نمیدونم شیخ فلان از همین عمان و کشورهای عربی میان پیشش مثلا برای مشورت، برای جراحی، خب براش هواپیما میگیرن میره جایی. خب این آدمو که شما نباید مقایسه بکنی بگی آقا فلانی مثلا درآمدش 1 میلیون پونده. بله میدونی که انگلیس هم قانون شفافیت درآمدشون همه مشخصه، یعنی شما با اسم اونایی که کانسالتنت های شناختهشون با اسم سرچ کنی اصلا ممکنه که این چیزشو بیاره برات تو گوگل. خب ولی اینا قابل حساب کردن نیست، شما اون اوریج رو باید در نظر بگیری و به عنوان مهاجر شما در واقع از اون لو اوریج داری شروع میکنی. بنابراین من با خیلی از بچه‌ها که صحبت کردم تو سال اول خیلی عجیب خرج کردن. خب این نه تنها نتونستن چیزی نگه دارن، چیزی سیو کنن، عجیب خرج کردن. صد البته به سبک زندگیش بستگی داره، به اینکه فرد پارتنر داره، بچه داره، به همه اینا بستگی داره دیگه. حالا بخوام خیلی جواب شسته رفته بهت بدم، اون چی که آخر ما تو جیب اکثر کسایی که در واقع تو لول مید گرید هستن میمونه یه عددی بین 3 تا 5000 پونده. خب معمولا به همین اندازه خرجشونه اگه معمولی زندگی کنن. بسیار عالی. دکتر در خصوص حالا بچه‌ها سوالاتشون رو پایین احتمالاً شما هم می‌بینید، حالا من این لایو رو سیو می‌کنم، حالا آقای دکتر هم کانال تلگرامشون رو حتما ما می‌ذاریم، قبلا هم گذاشتیم که شما بتونید اطلاعات بیشتر رو بگیرید و با هم کانکت بشید. دکتر یه بحثی که حالا در خصوص انگلیس الان من دیدم بازم همین کلاهبردار مهاجرتی بوده، بحث این تایمیه که طول می‌کشه بچه‌ها مچ بشن یا حالا مثلا کارشون انجام بشه، این هم یه اوریج داره یا نه؟ من حالا یه مثال بخوام بزنم، ببینید
اگه کسی فرش باشه بتونه امتحانا رو یک کله پاس بکنه، یا آدم زرنگی باشه فرضاً برای عمان میتونه تو 2 ماه دیتا فلو رو بده، امتحان پرومتریک حالا دبی یا پیرسون عمان رو بده، و اگه خیلی با زرنگ‌تر باشه میتونه کارم پیدا بکنه. یعنی مثلا خیلی مثلا یه مسیر مثل آمریکا نیست 2 سال وقت بخواد، مثل انگلیس نیست مثلا 2 سال. حالا انگلیس فقط تایم امتحاناش سخت پیدا میشه، وگرنه مسیرش هم واقعا مسیر شسته رفته و مشخصیه. این مسیر برای متخصصا چقدر وقت میبره؟ و بعد حالا من یه سری جزئیات دیگه هم در خصوص یه سری رشته‌ها دارم که حالا ازتون میپرسم، ممنون میشم اگه اطلاعاتی داشتین با ما به اشتراک بذارید. حتما. خب ببین، انگلیس بسته به اینکه از چه مسیری بری. خب اگه بخوای امتحان بدی، همین که گفتی مشکلش مشکل جا پیدا کردن برای امتحانه، خب که این مشکل بزرگیه. ولی اگر مسیر اسپانسرشیپ باشه، خب یه مدرک زبان میخواد که اونو باید داشته باشی، آیلتس یا اویتی. مصاحبهشو میدی، اگه قبولت بکنن تو مصاحبه واقعا زمانی نمیبره. خب تو درجاش شروع میکنی، یعنی زمان خاصی نداره. یعنی من جای جالب باشه، من آخرین عملم رو تو ایران مرداد کردم، بعد عمل بعدیم اونجا شهریور کردم. یعنی من گپ جراحیم شاید 4 هفته هم نبود. که این اتفاقی نیست که من فکر نمی کنم هیچ کشوری همچین کاری بکنه. خب این نکته خوبیه برای کسی که بالاخره سنی ازش گذشته و کارا رو کرده دیگه. وقتش این نیست که مثلا بشینه حالا خونه مثلا درس بخونه، مثلا یا حوصله‌شو نداره بره آمریکا 1 سال 2 سال کانکشن بزنه، ریسرچ بکنه. خب البته اونم ارزش خاص خودشو داره ها، نمیخوام زیر سوال ببرم کسیو. خب درآمد آمریکا هم که همه میدونن، این چیزی نیست که من بخوام بگم یا چیز 3-4 برابر شاید بیشتره همه کشورهای اروپایی. اینا که بحث شده. ولی این مسیر عملا گپی نداره، یعنی خیلی سریع هم هستش. کار شما هم کار تضمینیه، یعنی تضمینی خودشون 2 سال بهت کار میدن. فقط اشکالی که داره بحث پول دیگه. اینا ببین شما در واقع این مسیر کار و تحصیله. شما کار تمام وقت میکنی، تحصیل پاره وقت. اینی که دارم میگم منظورم MCHMMD. الان دارم اختصاصی در مورد MCHMMD صحبت میکنم. خب MCHMMD کار فول تایم فلوشیپ هم نه فلوشیپ ایران که فلو مثلا اول صبح با کت شلوار میاد و رزیدنت ها براش عمل میکنن. نه خیر، شما باید آستیناتو بالا بزنی و خودت وسط میدونی. خب و خدمت شما عرض شود که کار تمام وقته، تحصیل پاره وقته. یعنی یه مدرک مستر هم آخرش بهت میدن. اون پولی هم که میگیرن ازت بابت اون مدرک مستر است، و الا کار که بابتش بهت پول میدن، معادل کاری که به همه پول میدن. ولی پولی که میگیرن برای اسپانسرشیپ بابت مدرک مستری که بهت میدن. دانشگاه شهریه داره دیگه، یا در واقع یه جوری چیز دیگه، مثل به قول زبون خودمون ما میگیم کلا شهری دیگه، درسته؟ خب اینا نمیخوان که کسی رو همینجوری در واقع بیان اسپانسرش بشن و بیاد اینجا هولو برو تو گلو شروع کنن، مگر اینکه دسپریت باشن، که واقعا بعضی وقتا بعضی تراست‌ها دسپریتن، همین کارو میکنن، تازه ریلوکیشن پکیج هم میدن، یه 20000 پوند هم میگن این خرج ریلوکیشنه. ولی خب این موارد گفتم مثل همون آدم است که در واقع 1,000,000 پوند در میاره. خب نادره. ولی حالت روتینش اینه که اسپانسرت میشن که شما با فقط صرفا مدرک زبان بتونی چیز بکنی، کار بکنی. ولی در واقع میگن که شما این مدرک هم باید، مدرک مستر هم اجباری باید همزمان با این فلوشیپ بگیری، که اون پارت تایم دیگه. ماهی یه بار یه جلسه کلاس آنلاینی دارن و یه چند تا اساینمنت دارن و آخرش هم مدرک مستری بهت میدن. یه سوالی که خیلی بچه‌ها پرسیده بودن اینه که بعد 2 سال چی میشه؟ اینا خب 2 سال بهت کار دادن، شما رجیستری، شما بعد 2 سال باید کار پیدا کنی. مهمترین فاکتور هم در حال حاضر برای کار پیدا کردن NHS اکسپریانس. کسی که اینجا کار کرده من ندیدم، شاید باشه، ولی قاعدتا کار بعدیش هم میتونه پیدا کنه. من چی کار کردم؟ من همینجا اکستند کردم. من همین جایی که شروع کرده بودم اینا نیاز داشتن، منم خوشحال بودم، هپی بودم اینجا، من اینجا اکستند کردم. ولی امکانه که جای دیگه در واقع این 4 تا کشور، میدونی اینا دیوالد نیشن ان دیگه، در واقع سیستمشون اصلا مثلا جابای اسکاتلند تو جابای انگلند آگهی نمیشن، یعنی فرق داره. حالا ولز حالا تا حدی شبیه انگلنده، خیلی فرق نداره. ایرلند شمالی هم همینجور. این تو این 4 تا در واقع چیز جا میتونی در واقع شما کار کنی. همه‌شون میشن زیر مجموعه یونایتد کینگدم دیگه، که ما به اشتباه یونایتد کینگدم ما میگیم انگلیس، ولی در واقع حالا
پادشاهی متحد است. درست. دکتر یه سوال دیگه هم که من میخوام بپرسم، حالا بچه‌ها یه تعداد سوال دارن، من فکر کنم بیشترش رو شما جواب دادین، حالا بخشی از این سوالات شخصیه، من ترجیح میدم این سوالات رو اینجا نپرسیم و کلیت داستان الان دست بچه‌ها بیاد، بعد افرادی که خیلی جدی‌ترن، خیلی مصمم‌ترن، حالا بیان توی گروه و اونجا شما میتونید اطلاعات جزئی‌تری که از قبل داره بخونید و بعداً اطلاعات بیشتری رو بگیرن. ببین دکتر، حالا یک سوالی که هست در خصوص رشته، ما هیچ یعنی مثلا فرضاً قسم آیه قرآنی نداریم که یه رشته رو بیشتر بخوان یه رشته رو کمتر بخوان، ما چنین چیزی رو توی مثلا انگلیس داریم یا نداریم؟ آره ببین من الان خب من اینجا دارم کار میکنم دیگه، من میدم جاب مارکت اینجا تو بعضی رشته ها سچوریت، تو بعضی رشته ها سوسوه، تو بعضی رشته ها خیلی کمبود دارن. خب حالا مثلا اون جایی که سچوریته، مثلا همین رشته خود ما جراحی مغز اعصاب، این جزء رشته های سچوریت. خب ارتوپدی سچوریته. خب یه سریار نمیدونم، ولی حالا اگه چیزی مد نظرته بگو من بهت بگم. مثلا بیهوشی شدیداً کمبود دارن، روانپزشکی شدیداً کمبود دارن. حالا داخلی ماژور، جراحی داخلی، اطفال، ماژور خودمون، زنان. اطفال رو نمیدونم، زنان میدونم که تا حدی سچوریت، پلاستیکس سچوریت. چی گفتی؟ جراحی نمیدونم. اطفال و پوست اطفال رو نمیدونم. خیلی خوب. حالا ما رشته ها رو دکتر، هم حالا چیزایی که بچه‌ها بودن رو گفتم. ببینید حالا یه مورد دیگه هم که من دوست دارم بحثش اینجا دکتر باز بشه، بحث حالا ویزا هست. خیلی از ما مهاجرت میکنیم به یک کشور دیگه که بتونیم ویزا حالا یا پاسپورت مجزا رو داشته باشیم. میخوام کلامتو قطع میکنم، صحبت یادت نره. خانم دکتر برفه‌ای هم تو لایو هستن، یه پیامی گذاشتن. اطفال پوست هم میخوان. آره خانم دکتر برفه‌ای به سلام میکنم. آره عرض کنم که ببین، البته این برنامه هر رشته شما پذیرفته بشی که میری جلو. خب اون 2 سال که تضمینه. بعدش هم عرض کردم چون NHS اکسپریانس داری، احتمال اینکه جاب پیدا نکنی خیلی پایینه. یعنی قاعدتا جاب پیدا میکنی ولی تضمین نیست، گارانتی نیست. خب آیا اینکه باید در طول اون 2 سال امتحان داد؟ آره باید امتحانا رو شما تو اون 2 سالی که داری کار میکنی اجازه کار داری، ولی بالاخره ما که نمیخوایم مید گرید بمونیم، میخوایم بری بالا. خب بنابراین باید شروع کنی امتحاناتو بدی. حالا یه نفر ممکنه که این من میرم رو منبر پیاده نمیشم، ما سوالت یادت نره. نه. یه نفر ممکنه بگه آقا چه کاریه، من که باید امتحانا رو بدم، بیام به جای اینکه بیام باز پول بدم وارد اسپانسرشیپ بشم، دردسر برای خودم ایجاد کنم، برم امتحان بدم رجیستر بشم خودم جاب پیدا کنم. منم میگم خدا پدرتون میده، این روش بهتریه. برای کی؟ برای کسی که مبلغی که تو جیبشه کمه. خب حالا من برای کم اسکیل ندارم این دیگه سلیقه‌ایه. یک نفر هم پرسیده بود دکتر تو کلامتون گفته بود که اسپانسرشیپ چقدر پول میخواد. خب ببین شروع کار اینا نصف پول، نصف شهریه رو میگیرن، یعنی 17,000 پوند. در طول سال اولم اون 17,000 پوند بقیه رو ازت میگیرن. خب ولی طبیعتا گفتم بهت که ماه به ماه هم شما کار میکنی حقوق میگیری، اون پولی که میگیرن بابت مستره. خب بنابراین سال اول شما تنها هم باشی در واقع فتوسنتزم بکنی، عملا پولی نمیتونی سیو بکنی. اگر که با در واقع با پارتنر و بچه هم باشی که از جیبم باید بدی. خب از سال دوم خب شرایط بهتر میشه. ولی من عرضم اینه که اگه کسی رو دنبالش نکردن، خب و در واقع حالا من یه اسکیلی دارم برای خودم، اسکیلمو میگم به شما. حالا خیلی هم با اسکیل من موافق نیستن، خیلی از همکارایی که اومدن خب میگن نه تو اشتباه میکنی، تو 99 ایران بودی از شرایط خبر نداری. منم میگم آره. خب ولی من شخصا میگم که اگه کسی پول اسپانسرشیپ، یعنی اون 40,000 پونده میشه 5% عرض کنم که داراییش، به نفعش که بره اسپانسرشیپ بیاد اینجا امتحانا رو اینجا سر فرصت بده. خب ولی اگه کسی این شرایط رو نداره امتحان بده بهتره. خب پول سیو کرده برای خودش. و میگم این در حالتی که کسی دنبالش نکرده باشن. مثلا حالا ما اینجا دوست داریم که میگه که من یه قسمتی، حالا میگم اسم نیجریه بوده، خب مثلا اونجا مثلا حالا ایالتی بوده، استان، حالا هر چی بوده، مثلا این دنبال بچه‌ای بودن گروگانش بگیرن.
خب حالا مثال میخوام بگم، مثلا این شرط داره، خب این بحث فرق میکنه. ولی اگه کسی این شرط نداره، من باشم من میگم که آقا امتحان بهتره دیگه، شما پولم نمیدی. ولی خب همین مشکلی که شما گفتی هست دیگه، جا پیدا کردن برای امتحان سخته، امتحان رو پاس کردن در شرایطی که تو سیستم انگلیس کار نکرده. بچه‌ها پاس میکنن الحمدلله، دانش تئوری همکارای ما در واقع دوستان ما خیلی بالاست. بیشتر مشکلی که پیدا میکنن سر اون قسمت در واقع عملیشه، که اونم به خاطر اینکه ما خب یه جور دیگه پرکتیس میکنیم، اینا یه جور دیگه پرکتیس میخوان. درسته. دکتر یه خب سری سوالتو سوالات بگو. هم یه سری سوالات حالا من اینجا بپرسم چون مربوط به همین بحثه. بچه‌ها میپرسن که حالا مدرک به خود دانشنامه نیاز هست یا بدون دانشنامه میتونن بیان، که حالا فکر می‌کنم قطعا دانشنامه نیازتون باشه. و حالا امتحانات چیا هستن؟ ما داریم میگیم رویال امتحان باید کالج. بدید. رویال کالج امتحانات باید که حالا بدونم میشه بچه‌ها امتحان. پلبم داد، ولی برای متخصص بهتره که میدونی پلب بده، باید نهایتا رویال کالج هم بده. خب چه کاریه، اما رویال کالج اول بده بهتره. ولی خب یه موقعی هست که میگه آقا سختمه نمیشه فلانه، این پلب رو راحت تر پیدا کردم، خب پلب بده، رجیستر بشه، بیاد اینجا رویال کالج بده. خب ببین فرمول نداره که من حالا مثلا همه حرفایی که من زدم الان به شما رو یه نفر ممکنه بگه آقا نه فلانی فلان کارو کرده شده. خب این چیز نیست، نه آیه قرآنه نه کلام بایبله. خب این بالاخره این تجربه شخصیه، یعنی فقط هم تجربه شخصی من نیست، چون من با خیلی‌ها در واقع بالاخره این با بچه‌های چه ایرانی چه غیر ایرانی در تماس بودم، ولی نهایتاً بالاخره تجربه شخصیه. یعنی 100% مثلا فکر کنی که دیگه ما یه فتوای نازل کردیم، نه اینجوری نیست. نه بسیار عالی. خانم دکتر پوربرفه‌ای هستن توی لایو؟ اگه هستن بتونن بیان با ما این لایو رو ما یک کمی هم چی میگن آره حتما. دکتر یه مورد دیگه هم که من دوست دارم حالا الان اینجا بحث هست بپرسیم، خیلی از بچه‌ها ببینید حالا برای پزشک عمومی هم ما داریم دیگه، حالا مسیر پزشک عمومی یکم مشخص تره دیگه، بچه‌ها امتحان خاصی که نداره، یعنی پلب رو باید بدی و بری اونجا خودتو مچ بکنی. یه مورد دیگه هم من همینجا بگم، من یه دونه فایل آقای دکتر در اختیارم قرار دادن که تمام این مسیرهایی که با اون چیزایی که لازم بوده رو تماما همه کامل توی اون پی دی اف توضیح داده شده. اون پی دی اف توی کانال من گذاشتم که ازش استفاده کنید. تمام لینک ها، تمام سایت ها، آدرس خود کانال آقای دکتر عبدالله زاده، من همه رو براتون توی کانال تلگرام و اینجا توی کامنت ها میذارم، نگران نباشید. سوالاتی که مد نظرتون هست، اطلاعات بیشتر، جزئیات بیشتر رو اونجا میگیرید. ما اینجا اصلا قراره که یه سوال کلی بذاریم، یه مشاوره شخص به شخص نیست که بخوایم به هر حال بتونیم یک گرهی رو باز کنیم، به سوالاتی رو جواب بدیم. دکتر چیزی از قلم افتاده؟ من سلام خانم دکتر، شب ما نمیدونم به تایم شما الان شبه؟ آره 8 شبه، ما هم شبه. ما 11. خیلی ممنون که اومدین آقای دکتر. ما خیلی مزاحم شدیم، فکر کنم از اول لایو هم بودید. توی سوال بچه‌ها در خصوص رشته‌ها پرسیده بودن، شما مرحمت فرمودین در خصوص داخلی هم اطفال هم توضیح دادین. به این مسیر به این توضیحات ما و آقای دکتر چیزی میخواین اضافه کنید؟ ما در خدمتتون هستیم، خوشحال میشیم بشنویم. بالا به نظرم که خیلی دکتر خیلی کامل توضیح دادن، چون که چیزی که سوال همه هست این بود که این شایعات اخیری که همه میگفتن که فقط آیا میشه بدون امتحان اومد و این حرفاست، که آقای دکتر کاملا شفاف اعلام کردن که این مسیر خیلی وقت بوده، خیلی وقت شناخته شده، و اینکه خب حالا افرادی مثل خود آقای دکتر که اخیراً تونستن برن و یه عده دیگه هم تونستن از این مسیر بیان، شاید باعث شده که حالا نمیدونم یکم بیشتر اطلاع رسانی بشه، یا اون اخبار جدیدی که اسمش عوض شده از سزار مثلا شده پورتفولیو پاسوی، باعث شده یه همچین صحبت‌های بشه. والا به نظر من مسیر رو کامل توضیح دادن. فقط در مورد اینکه حالا متخصصا پلب بدن یا مثلا رویال کالج بدن، من اینو یه توضیح بدم چون خیلی این سوال از من میپرسن. واقعا بهتره که همه رویال کالج بدن. خب چرا؟ وقتی که آدم
واقعا رویال کالج مثل آش کشک خلاص، یعنی شما به هر حال بر رویال کالج امتحانشو بدین، تأثیری یعنی شما تو هر رشته که باشین بر رویال کالجشو بدین. ولی گاهی اوقات یه سری رویال کالج خیلی رویال کالج سختی ان، از حتی سیت پیدا کردن به کنار، خود امتحانم واقعا امتحان سخت‌تریه. خب من مثال میزنم، مثلا داخلی واقعا یه رویال کالج خیلی فضاییه، به خاطر اینکه اصلا یعنی قبول شدن امتحان در نهایت شاید به اونقدر به نالج شما هم مربوط نباشه، یعنی یه درصدی به شانس شما مربوطه، اینکه حالا اصلا چجوری اتیتود مریض دیدن شما چطور باشه. و اگه شما کسی باشین که حالا توی ایران فقط پرکتیس کرده باشین، وقتی که بیان امتحان مثلا آسکیشو بدین خیلی متفاوته و میتونم بگم که شانس این که آدم مثلا فیل بشه خیلی زیادتره و امتحانی هم نیست که آدم بتونه سیت به راحتی پیدا کنه. در نتیجه شما ممکنه که با بدبختی بعد از مثلا 3 راند اپلای کردن تونسته باشین سیت پیدا کنین، بعد میرین و امتحانو میافتین و بعد دوباره به بدبختی 2-3 راند دیگه اپلای کنین و باز میافتین. خیلی عادیه که مثلا رویال کالج مثلا داخلی رو خیلی چندین بار میافتن. من خودم بار مرحله آخرش مثلا یه بار افتادم، اصلا نو شیم. ولی بحث اینه که این اتفاق ممکنه برای کسی که مثلا 3 راند 1 سال منتظر امتحان بوده بیفته و همین اتفاق باعث میشه که طرف اصلا مهاجرتش و مسیرش و همه این چیزا شاید 1 سال 2 سال بعدا به خاطر یک امتحان عقب بیفته. در حالی که پلب حداقلش اینه که شما امتحانو میدین، ریت قبولی 70%، جمعیت زیادی این امتحانو میدن و توقعی هم که دارن توقع خب کسی که حالا F1 رو تموم کرده و F2 داره میره، یعنی مثلا اونقدر توقع وحشتناکی نیست. درسته که حالا آدم امتحان بیشتری میده، ولی توی یه سری رشته‌ها به نظر من خب امتحان دادن مثلا منطقی تر. حالا یه رشته دیگه مثلا میزنم مثل جراحی. خب تو رشته جراحی الان ما چندین تا از همکارا هستن که کلا با رویال کالج جراحی اومدن، چه عمومی چه کسایی که متخصص جراحی بودن. امتحانش آسان‌تر نیست اصلا، خب یعنی امتحانش سخته همونقدر، ولی باز شدنی تر به نظر من، یعنی چون من دارم دور و برم حداقل میبینم و سیت باز بهتری گیر میاد. امتحان پاتو، مثلا امتحان پاتو شما آنلاین میتونین امتحانش رو بدین، باز دلیل نداره که آدم بیاد مثلا امتحان چیز بده. اطفال باز مثلا کلینیکالش ممکنه یکم برای طرف سخت‌تر باشه چون 4 تا امتحان داره اطفال و مثلا شاید بد نباشه کسی که با اطفال میخواد بیاد مثلا حالا پلب بده. باز حالا من اینا مثال فقط دارم میزنم. ولی مثلا کسی که متخصص پوسته، خب کسی متخصص پوسته باید امتحان رویال کالج داخلی رو بده و ایران متخصص پوست داخلی کار نمیکنه. در نتیجه نمیتونه امتحان رویال کالج داخلی رو به این راحتی که حالا مثلا یه نفر که تو انگلیس داره کار میکنه مثلا بیاد بده. این فرد خب واقعا راحت تره که امتحان پلبو بده، ولی خب در واقع خیلی بهتره بتونه امتحان داخلی رو بده. ولی خب آدم باید به این که حالا چقدر اون کار شدنی هم فکر کنه دیگه. بسیار عالی. دکتر عبدالله‌زاده عزیز، ما جان. در خدمت شما هستیم. اگر قراره که چیزی اضافه کنید. آره ببین من خب یه جمع‌بندی فقط بکنم چون سر 1 ساعت باید جمعش کنیم. خب تقریبا یه 12-13 دقیقه دیگه داریم. عرض کنم که من با این صحبت‌های خانم دکتر 100% موافقم، فقط با اون قسمتی که گفتن رویال کالج جراحی خیلی راحته به نظر من. خب یعنی کاملا شدنیه. ما دوستانی داریم که الان پزشک عمومی بدون هیچ سابقه جراحی، بدون اینکه اصلا تا حالا به قول معروف چیز دستش گرفته باشه، نیدل هولدر دستش گرفته باشه، خب در واقع قبول شدن و هیچ مشکلی هم نداشته. این شدنیه. و اینم باز ببینید ما همه یه چیزایی داریم، یه در واقع فکرایی داریم که توی کانتکست فکری خودمون شاید فکر می‌کنیم هر کسی که امتحان رویال کالج جراحی داد باید بره جراحی. خب ما اینجا یه همکاری داریم رادیولوژیسته، فکر می‌کنم مال بنگلادشه، این چیز کرده، این FRCR MRCS. من یه بار ازش پرسیدم، گفت آره من MRCS دادم، اون موقع می‌خواستم جراح بشم بعد منصرف شدم. یعنی شما کسی ازت نمیپرسه که چه جوری رجیستر شدی. خب یعنی الان شما برین GMC رجیستری، جلوی اسم من ننوشته عرض کنم که اسپانسرشیپ، جلوی اسم خانم دکتر برفی نوشته باشه پلب، هر دو تا ما نوشته رجیسترد. خب بنابراین کسی هم بخوان در واقع شما دنبال جاب باشی، بالاخره تو رزومت ممکنه نوشته باشی ولی ازت نمیپرسن، مهم رجیستر بودنه. وقتی رجیستر بودی الیجیبل برای جاب هستی. باز یه نکته دیگه که بچه‌ها مثلا میگن آقا فوق تخصص بیا پلب بده، بعد بره مثلا چه میدونم F1 کار کنه، به هیچ وجه. شما رجیستر که باشی، خب ما الان یک همکاری داریم فکر کنم خانم دکتر هم میشناسه، خب پلب داده الان کانسالتنت داره کار میکنه،
از شروع، لوکوم کانسالتنت البته. ولی میخوام بگم که این چیزا تلقی‌های ذهنی خود آدمه که فکر میکنه تو خب با سیستم ایران همش مقایسه میکنه. میگه که خب اون هایرارکی که ما تو ایران داریم، اینا خب اینا اصلا کلا سیستمشون اینه که بخوان هایرارکی تو ما جان بشکننش. خب یه عشق خاصی دارن به شکستن این هایرارکی. خب کف حالا این زمین که چیزه، پخش این باشه همه. پزشکی. آره حالا من اینو مثال که زیاد میتونم بهت بزنم. ببین خیلی جالبه که مثلا مترون بیمارستان خب تو ایران یا مثلا تو عمان تو آمریکا درآمدش چقدره؟ اینجا درآمدش کانسالتنت لوله. خب ما اینجا رادیوگرافر داریم که MRI ریپورتینگ رادیوگرافره، یعنی تکنیسیان رادیولوژی، یعنی رادیوگرافر MRI ریپورت میکنه. خب و تو همه حوزه هاشون البته این هستش ها، این تا همه حوزه هاشون این در واقع هستش. حالا ما یه دوستی داریم یه شوخی هم بکنیم، این چیز از این مثلا تو ایران مثلا پزشک ارتش داریم، این هم مثلا یه پزشکیه که تو حالا تو چیزشون هست، این میگه که تو ارتشمون هم اینجوریه که مثلا یه نفر مخالف حرف فرمانده باشه میتونه وایس جلوش بگه که در واقع چرا داری این حرفو میزنی. حالا ما تو ایران همیشه میگفتیم نیروی ارتش چرا ندارد ها. آره خلاصه اینا سیستمشون خیلی هایاریکال یا حداقل نوتیسبل هایاریکال نیستش. البته زیرپوستی دارن ها، یعنی میگم همه اون چیزایی که هست شما مثلا میگی پارتی بازی، اینجا نمیگم پارتی، اینجا میگم کانکشن. خب ولی همونه دیگه. خب یا مثلا همه مشکلاتی که دارن و که ما هم به نوعی داریم، خب مثلا یه خشونت مثلا چه میدونم مریض علیه بیمار، مثلا حالا مثلا یه اسم عجیب غریبی روش میزنن و بعد مثلا میگن که حالا مثلا فلان اینترنت، میدونی، یعنی بخوام بگم که یه نکته که بخوام بگم که آسمون همه دنیا هم یه رنگه. خب یعنی خیلی فکر نکنید که مثلا کسی که اومده دیگه مشکلات دیگه همه میدونی یه باغ سبزی نشون میدن، میگم این شرکت ها و اینا، خب میگن که آقا دیگه روز یه مثلا این تصور حتی مثلا ایجاد میشه که آقا یه از هواپیما که شدی میخوای پیاده شی یه فرش قرمزی پهن شده و یه عده‌ای مثلا سرباز با آرم پادشاه اونجا مثلا یه سان میبینن از شما و شما میری در یه کاخ، یا نه خیر این خبرا نیست. خب شما وقتی که یه کار جدیدی شروع میکنی چند قدم میری عقب. خب چه انگلیس باشه، چه آمریکا باشه، چه عمان باشه، چه حتی خود ایران باشه، شما اصلا مثلا چه میدونم از یه استانی میخوای بری یه استان دیگه، تو اون استان شناخته شدی، بخوای بری جای دیگه کارتو شروع کنی، این دیگه همکارایی که مثلا تو شهرستان مخصوصا کار کردن اینو من خیلی شنیدم که مثلا تو شهرستان طرف برای خودش کینگ بوده اصلا. خب چه میدونم میرفته دیگه از بقال و چقال و فلان، ولی حالا مثلا اومده مرکز استانی مثلا تهران، خب بی کسی نمیشناسه، دپرس میشه فرد. اینو من خیلی شنیدم و چیز شایعیه. اینو در مقیاس بزرگتره. من یه حالا باز نکته اگه اضافه کنم. بگو. ام، یه نکته که هست اینه که خب من میخوام از همه به صورت صمیمانه خواهش کنم که اطلاعاتشون رو سعی کنن از منابع درست حسابی به دست بیارن. انگلیس واقعا یکی از کشورهایی که شفافیت توی ارائه مطلب خیلی بالاست. حالا سایت نظام پزشکی انگلیس یکی از بهترین سایت هایی که میتونه تک تک اطلاعات رو به شما بگه. حتی اینکه شما میخوای بزنی من میخوام رجیستر بشم، چجوری میتونم رجیستر بشم. حتی یه کوئسشنر داره، شما پر میکنین مراحل رو میرین جلو، یه سیستم خیلی ساده است و به شما میگه از این راه شما میتونی مثلا رجیستر بشی. شما میخوای برین تخصص بخونی، میخوای ببینی ورود به یه تخصص چقدر سخته، خیلی راحت همونو سرچ میکنی، میزنی کامپیتیشن ریشیو، تمام اینو برات نوشته. میخوای ببینی اصلا من میخوام فلان تخصص رو بخونم کجاها میشه خون، همه رو در نوشته، 10 سال گذشته هم برات نوشته، یعنی همه نگی اطلاعات امسال. هست. یعنی تو ایران هم شاید فکر نکنم همچی چیزی داشته باشه که نوشته باشه آقا قلب مثلا سال مثلا چه میدونم 95 چند نفر اپلای کردن، چند نفر جا بود، چند نفر پذیرفته شدن، اون آدمایی که پذیرفته شدن چند نفرشون نمیدونم مثلا فارغ التحصیل، همه اینا آنلاین هستش، همه شون. حتی خود ریپورت های سایت نظام پزشکی تک تک این مسائل رو نوشته. چند تا ایرانی رجیستر شدن پارسال، یعنی تک تک اینجور چیزا رو اومده نوشته. بعد خب کسی که مرتبا ایمیل میزنه، بچه‌ها مسیج میزنن من توی سایت فلان رو برای من بفرست،
گوگل کنید، چون خیلی از این سایت ها رو منم نمیدونم اسمشو در جا، منم گوگل میکنم و منم پیدا میکنم و میبینم چجوریه. این بهترین کاری که میتونن بکنن اینی که همه خودشون اطلاعاتشون رو پیدا کنن. بعد یه سوالی که هی پرسیده شد در مورد سختی امتحان رویال کالج بود. اینو واقعا کسی فقط میتونه بهتون بگه که حالا مثلا امتحان ایران رو داده باشه، بعد امتحان اینجا رو هم داده باشه، بعد بتونه مثلا مقایسه کنه. مثلا من به شخصه امتحان برد داخل ایران رو ندادم و نمیتونم واقعا بگم، ولی خب داریم از همکاری که مثلا امتحان برد داخل ایران رو داده باشن، اینجا هم داده باشن و مثلا اونا بتونن مقایسه کنن. ولی مثلا میگین مثلا زنان چقدر سخته، من نمیدونم. اینو فقط باید کسی رو پیدا کنین که این امتحان رو داده باشه. واقعا به اینجوری نیستش که پس فکر کنین که حالا اینو با سرچ بشه به دست آورد. اینو واقعا باید آدمش رو پیدا کنین که بتونین به دست بیارین. ولی بازم پاسی و فیلی مشخصه. همین امتحان رویال کالج داخلی شما تو سایت نوشته که مثلا پارت 1 سخت‌ترین پارتشه و مثلا یه سال فقط 20% پاس شدن مثلا. خب اینجور چیزا رو آدم با آدم یه ایده میده که اون امتحان چقدر سخته یا چقدر آسونه. من فقط یه توضیح دیگه اضافه کنم. حالا خانم دکتر تقریبا گفتن یه سری چیزی، حالا ما توی لایو قبلی با دکتر مرادی داشتیم، دکتر مرادی خیلی شفاف گفت که یه سری چیزا رو باید یعنی سطح زبان انگلیسی بچه‌ها به اندازه خوب باشه که حداقل بتونن سرچ بکنن. یعنی خیلی چیزا واقعا سرچ هست. الان هوش مصنوعی هست، شما کافی تایپ بکنی تمام اطلاعاتی که لازم داری، حتی به فارسی تایپ بکنی همه اطلاعاتی که لازم داری رو بهت میده، سایت ها رو بهت میده، میتونی جستجو بکنی. خانم دکتر پور برفه‌ای، آقای دکتر کانالشون، خانم دکتر خود صفحه اینستاگرامشون خودش یه پای سایت جی ام سی برای ایرانی‌ها که خیلی لایوهای متفاوت اطلاعات کافی در اختیارتون قرار دادن و خیلی راحت میتونید اینها رو سرچ بکنید. من یه سری حالا سوالا رو که میبینم واقعا یه سری سوالات بیسیکه، این سری سوالات رو خیلی راحت با یه جستجوی ساده میتونید انجام بدید. آقای دکتر اول لایو گفتن ما توی شرایطی قرار داریم که دنیا داره به یه سمت دیگه میره، ما داریم یه واپسگرایی میکنیم. یعنی ما به هر حال داریم توی یه شرایطی زندگی میکنیم، سپری میکنیم، یه شرایطی هست که مشکلات فشارهای اطراف هست. از طرف خود دانشگاهمون هم دارن به سمت عقب میرن، یعنی به جایی که دنبال علم رباتیک باشن، به جایی که این دنبال این باشن که با معیارهای روز دنیا خودشون رو وفق بدن، ما دنبال این هستن که متاسفانه چیزایی که حالا مال خیلی قبل‌تره، نه سندی داره نه تحقیقاتی روش انجام شده، وارد پروتکل آموزشی افراد بشه و می‌بینیم عقب میافتیم. واقعا دکتر حالا خودشون چون توی سنتری هستن که جراحی رباتیک هست، من اینجا یه سمینار رباتیک رفتم، از اون روز سالا دارم میگم خدایا این چی قراره بشه، ربات قراره چیکار بکنه، هوش مصنوعی قراره چیکار بکنه که ما در آینده اصلا معلوم نیست چه سرگذشتی برامون اتفاق بیفته و خیلی از نیازهای بشر رو داره ربات انجام میده. یعنی رباتایی که ما 2 تا دست داریم، رباتی که با 4 تا 5 تا آرم داره جراحی میکنه، فول اتومات، بدونی که اصلا نیاز باشه کسی بخواد بالا سرش باشه و کاراشو انجام بده. من صحبت دیگه ندارم. اگه شما دو عزیز صحبت پایانی دارید من خوشحال میشم. بفرمایید خانم دکتر. من میگم من یه روزه‌ای دوباره میخونم. میدونم شما روزه دارین، برای همین من روزه ها رو به شما میسپارم. من از منبر میام پایین و تشکر میکنم. مرسی واقعا از این لایو، واقعا مرسی از سینا جان، مرسی از توماج عزیز که حالا اینو هماهنگ کردین. واقعا خیلی ممنونم ازتون، لطف کردین. من میام از منبر پایین که ادامه بدیم. زنده باشید. ممنون خانم دکتر، مرسی که من. آقای دکتر تلفن اختیار شماست. خواهش میکنم. ببینم آره ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم. عرض کنم که ببین دوباره میخوام از همون جایی که شروع کردیم بگم. ببین نه وکیل نه حتی منی که من 4 سال پیش این کار کردم توماج جان، خب الان خانم دکتر مثلا امتحانشو 3 سال نمیدونم چند سال پیش داده. این چیزای داینامیکه. یعنی اگه در خود فرد، ببین آدم باید یه جای صادق باشه دیگه، اگه فردی در خودش نمیبینه که خودش بره نگاه کنه ببینه مثلا امتحان چه شکلیه، نمیدونم رویال کالج چه شکلیه، کامپتیشن ریشیو چه شکلیه، این سایت ها رو بخونه پیدا بکنه و اینا، این فرد اصلا فرض بکنه که معجزه‌ای بشه بیاد اینجا شروع کنه. خب مثلا به قول معروف یه سوئیچی زده بشه شروع بکنه. این میخواد کانسیل تکس بده به مشکل میخوره، میخواد بچه‌شو ثبت نام کنه به مشکل میخوره، به مدرسه هر کاری بخوای بکنی اینا همونه. خب همون پروسس توی کانتکست دیگه.
خب همه این کارهای آنلاین، نمیدونم میخوای برقتو پرداخت کنی، میخوای گازتو پرداخت کنی، میدونی مثل اینکه تو ایران کسی کارت به کارت بلد نباشه بگه حالا یه آخه مگه داریم همچین چیزی میشه؟ خب یعنی کسی که بیسیک این در واقع کارو نمیدونه واقعا، و این اتفاقا این افرادن که در واقع سرشونو متاسفانه این شرکت ها و اینها کلاه میذارن. میگن دوستان اینا که 99% کلاهبردارن، خب اون 1% هم که نیستن اگه واقعا کار شما رو درست بکنن تازه میشه اول مشکلات شما. خب یعنی اینجا هر مسیری، هر کاری، هر برنامه‌ای میخوای بیمه ماشین بگیری، دوباره همین برنامه است. یعنی باید آنلاین وارد کنی اطلاعات، یعنی دقیقاً انگار مثلا خود جی ام سی رجیستر میخوای بکنی، یا نمیدونم میخوای مثلا امتحان دقیقاً همونه. خب یعنی یه پرسشنامه، شما باید یه سری در واقع مطلب وارد کنی، یه سری کد بهت میده، یه سری دیتا میگیره ازت، همینه. میدونی یعنی اگه واقعا کسی این از دستش بر نمیاد، خب یعنی اگر بیاد اینجا به هر شکلی بیچاره شده، یعنی اول بیچارگیشه. و اصلا من توصیه نمیکنم. میگم که من این حرف رو میگم، خیلی مخالفم، میگم باز میگم 4 سال اومدی خبر نداری. همچنان من معتقدم که اگه یکی پیور دنبال پول در آوردن باشه، ایران بهترین جاست بدون هیچ شک و حداقل من اینجوری فکر میکنم. بالاخره میگه من 4 سال ایران نبودم، ولی بالاخره اینجوری که نیست که ارتباطمون رو قطع نکردیم با دوستانمون. حداقل با هم لولای خودم در ارتباطم، میدونم که خودم و هم لولایی که اینجا دارم چه جوری دارن پول در میارن، و میدونم تو ایران میگم حداقل هم لولای خودم چه جوری دارن در واقع کار میکنن. بحث پول، ولی خب بحث تجربه جدید، بحث اینی که حالا یکی میخواد روی شرایط متفاوتی تجربه کنه یا بالا هر انگیزه‌ای، خب در واقع میخواد بیاد، اون جداست. ولی اگر پیورلی میگه که آقا من مثلا چه میدونم مای 40 میلیون در میارم، میرم انگلیس که این 40 میلیون رو بکنم 50 میلیون، قطعا پشیمون میشه. خب من تصورم اینه که برای عمان و کشورهای عربی هم همینطوره، چون اینا خاکخوری داره دیگه. تا بخوای بیای و در واقع بالاخره خودت رو با یه سیستم جدیدی اداپت بکنی و اینا، اگه صرفا قصد پول باشه، نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، نمیدونم، اینو شاید شما بتونی بگید. ولی در مورد انگلیس که دیگه حداقل من هستم، این قطعا اشتباهه اگه صرفا قصد پول در آوردنه. ولی خب تجربه جدید، میگم الان فاصله باز شده، دیدن تکنیک‌های جدید، روش‌های جدید، یاد گرفتنشون، اینا با ارزشه. زندگی کردن توی محیط متفاوت، دیدن فرهنگ‌های متفاوت، آدم چند بار مگه زنده است؟ اینا با ارزشه. دقیقاً این موردی که من همیشه هم به بچه‌ها، یعنی همیشه ما توی استوریا میگیم، من واقعا یه سری چیزایی رو وقتی از ایران خارج شدم دیدم که همیشه به بچه‌ها میگم که من یه سری چیزا رو تو سن 30 سالگی دیدم که یه آدم عادی تو سن 4-5 سالگی هم توی همین عمان در اختیار داشته و خیلی برای من شاید هیجان انگیز بود، خیلی اولش جالب بود، ولی وقتی دیدم آدم‌های اطرافم چقدر راحت به این داستان اپروچ میکنه، نه برای من شاید جدیده و برای بقیه نه خیلی عادیه. یه موردی هم که در خصوص شرکت ها گفتیم، ما چه این لایو چه همه لایو هایی که برگزار کردیم، وقتی دیدیم این شرکت ها چه بلای سر همکارامون آوردن، هدف ما این هست که شما اطلاعات رو داشته باشید و اینجوری خالی نرید وقتی توی یه دفتر مهاجرتی میرید میشینید که سرتون راحت کلاه بذارن. همیشه هم به بچه‌ها میگم یعنی یه پولی میدید، یعنی گوگل نمی کنید، سرچ نمی کنید، اطلاعات کسب نمی کنید، یه پول میدید مشکلتون حل بشه. نه تنها مشکلتون حل نمیشه، باید بدوید دنبال پولتون که پولتون هم زنده کنید. نه حالا این دقیقاً اصلا پولت که پریده، ممکنه یه مشکلات بزرگتری هم برات ایجاد شده باشه. خب اصلا اون پولو که باید فراموش کنی، پولی که دادی که رفته، هیچی، خدا بیامرزتش. خب تو باید بری مشکلاتی که اون فرد برات ایجاد کرده رو حل بکنی. ببین خیلی واضحه، یک وکیل، حالا میگم اینا وکیل نیستن ولی حالا به اسم وکیل، خب این کی جی ام سی کار کرده، کی نمیدونم یو اس ام ال کار کرده، کی با ای سی اف ام جی کار کرده که اینا رو بفهمه. خب شما خودت میتونی اینا رو در واقع بعد اینا میگم چیزای داینامیک هی عوض میشه. خب میام مثلا تو گروه از من مثلا آقا نوتاریکم مثلا فلان مشکل بدید، بابا من نوتاریکمو 7 سال پیش انجام دادم. خب قطعا مطمئنم از 7 سال پیش تا حالا 1000 مدل عوض شده. خب ای سی اف ام جی فرمولش
اینو کسی میتونه بهت بگه که دیروز انجام داده که خب این خیلی مهمه که افراد شیر بکنن دیتاش. ببین این هندیا، بنگلادشی، شما هم احتمالاً هندی دور و برت زیاده. خب آره اینا خیلی به هم کمک میکنن. میگم حالا من واقعا از ته دل، حالا جایی نیست که من بخوام چیز بکنم، من از ته دل اعتقاد دارم که دست یکی رو بگیری دست تو میگیرن. خب کمک بکنی کمک میکنن. ولی ببین این کمک هم، ببین افراد مثلا میاد طرف پیام میذاره میگه آقا مثلا یه چیز بیسیک، خب ببین من واقعا نمیرسم که در واقع بیام دونه دونه بیسیک، بعد میگم فرضاً که رسیدم که نمیرسم، ولی فرضاً یکی آقا مثلا یه پولی دادی، آدم کلاهبرداری هم نبود انجام داد، اوکی، خب آخرش چی؟ میگم ثبت نام مدرسه بچه تو کی میخواد انجام بده؟ کانسیل تکس تو کی میخواد انجام بده؟ نمیدونم قبض آب و برق تو کی میخواد؟ اینا همه یه فرمولن. عرض کردم. خب بنابراین میگم حالا افراد یه کاری انجام میدن، مشکل میخورن، تو گروه ها، فروم ها، فیسبوک، تلگرام اشتراک میذارن، نظراتو میگیرن، ولی بالاخره اگه فرمون دست خودت باشه، خب حالا مشورت ها رو نگاه بکنی، سایت های رسمی رو نگاه کنی و جلو بری، کمتر ضرر میکنی تا فرمونتو بدی دست کسی و اون آدم مطمئن باشید هیچ گربه‌ای، عرض میکنم هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. خب همین، خلاص. دکتر ممنون از وقتی که به ما دادید، ممنون از اطلاعاتی که با ما شیر کردید. من آیدی کانال شما رو توی کامنت ها میذارم، آیدی کانالتون رو توی تلگرام گذاشتم ولی مجدد میذارم. خب صفحه شما هم الان اینجا هست، دوستان میتونن هر چیزی توش نیسته. آره خالیه، پر از خالیه. آره ولی اگر که باشن دیگه همکاران بتونن لینک بزنن، تو تدارک این هستم که یه گروهی درست بکنم عمومی که افراد از همه جای دنیا که رفتن بیان و تجاربشون رو به اشتراک بذارن. ما توی عمان دیگه به این مرحله رسیدیم که این جا خالی میشه بغل دستمون یه ایرانی رو میاریم، نمیذاریم دست هندیا بیفته. خدای جو عمان یه کوچولو فرق کرده، ما خیلی حواسمون به هم هست و داریم یکم خیلی خوبه. شرایط اینجا خدا به درت بیاموزه، خدا حفظت کنه، زنده باش. همه جا همینجور بشه. ممنون آقای دکتر. آره. خیلی محبت کردید. حالا حرف آخر اینم من بهت بگم یعنی همکار من، خب که در واقع من اکستند شدم در واقع به یه پست دیگه، کسی که نفر بعد من اومده ایرانیه. بسیار عالی. این پوزیشناتون همیشه بدین به ایرانیا و ما هم همینه دیگه. یعنی شما وقتی من یه موقعی لایو برگزار کردم در خصوص عمان با دکتر نیکسرش، یعنی نمیدونم کجایی دکتر، ولی انشالله که هر جاسی سالم باشی، یعنی خیلی به ما حمله شد داری ایرانی‌ها رو میاریم ما اینجا آفر گیرمون نمی. الان من هر بیمارستانی رو نگاه میکنم 4-5 تا جی پی، 2-3 تا متخصص ایرانی داره که اگر حداقل بچه‌ها بخوان آفر بگیرن یکی هست بره با اچ آر بیمارستان صحبت بکنه، یه جوری سی ویشو بخونن. خیلی از سی وی ها رو اچ آر نمیخونن، ولی حداقل سی وی شما رو بخونن و بعد بهتون بگن نه یا بهتون آره بدن و بیان شروع به کار بکنید. قربونت برم. ممنون از شما. مخلص. شب همه شما بخیر. شب خدا نگهدار. همگی بخیر. خداحافظ.